آیه‌ای که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگد مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه، نماز مغرب و عشاشو میخونه. بعد از نماز عشا اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک. از بعد از نماز عشا تا طلوع فجر این چند ساعت هی اشک میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرائیل میاد بشارت فرج بیاره. آقا باش کجا میاد؟ بیا مکه، پشت به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دلرباش عالم میفهمد. صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی.